با شروع باز یک هفته نو به شما درود میفرستم عزیزان از دفتر مرکزی رادیو آزادی سرخط خبرهاست. امروز 24 می تقدیمتان. اگر در 10 دقیقه بعدی ما را تماشا کنید از کمک ایلوگی بانک جهانی برای مبارزه با کووید 19 در تاجیکستان، اخراج صدها مهاجر غیر قانونی از روسیه در زمان پاندمی، بازداشت خبرنگاری که اعتراضهای ضد لوکاشنکو را بازتاب میداد و دیگر موضوع تاجیکستان و جهان آگاه خواهید شد. بانک جهانی به تاجیکستان برای مبارزه با کووید 19 بیش از 21 میلیون دلار ایلوگی گرانتی بازگشت میدهد. در این زمینه وزیر مالیه تاجیکستان با نماینده بانک جهانی در دوشنبه سازشنامه را به امضا رساندند. به گفته وزارت مالیه، مبلغ جدا شده برای دستگیری بخش تندرستی از جمله خریداری واکسین‌های ضد کرونا ویروس، تست‌ها، مواد حمایت فردی و آموزاندن کارمندانی که به امگذرانی اهالی مشغولند پیش بینی شده است. بجز این دریافت واکسین‌ها از دیگر بیماری‌های سیریاتی موسمی نیز در نظر می‌باشد. قسمی از مبلغ‌های جدا شده برای کمک یک دفعه‌ای به عائله‌های کم بضاعت دارای کودکان خردسال و معلول صرف می‌گردد. لازم به یادآوری است در ماه اپریل سال گذشته بانک جهانی در دایره طرح مذکور به تاجیکستان بیش از 11 میلیون دلار و در ماه فوریه سال جاری باز 12 میلیون دلار دیگر داده بود. بعد زوران به نشستن در مینسک مجبور نمودن هواپیمای مسافربری شرکت ایرلندی رایان ایر و بازداشت خبرنگاری بلاروسی مخالف حکومت، گروه بزرگ رهبران اتحادیه اروپا دعوت دارند که به زودترین فرصت در مقابل بلاروس تحریم جاری شود. به قول آنها این عمل هواپیما ربایی زیر حمایت حکومت می باشد. در عرفه نشست امروزه رهبران اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون اروپایی خانم اورسولا فون در لاین دعوت کرد تحریم‌های موجوده بعد تعقیب خشونتباری گردهمایی‌های مخالفین بر ضد رژیم لوکاشنکو جاری شده بودند شدیدتر گردند. او در شبکه توییتر نوشت که این عمل غیرقانونی رژیم لوکاشنکو باید پیامدی داشته باشد. خبرنگار معروف مخالف رژیم لوکاشنکو رومان پراتاسیویچ سوار هواپیمای شرکت رایان ایر در خط سیر افینا ویلنیوس از پایتخت یونان به پایتخت لیتوا حرکت می‌کرد. اثنای عبور حریم هوایی بلاروس، هواپیما وادار شد سمت پروازش را تغییر داده در فرودگاه مینسک به زمین نشیند. به قول خبرگزاری دولتی بیلتا، لوکاشنکو شخصا امر داده است که هواپیمای جنگی میگ 29 هواپیمای مسافربر را برای نشست در مینسک راهنمایی کند. به قول همین منبع گویا در هواپیما بمب گذاشته شده بود. بعدا منصبداران گفتند که در داخل هواپیما مواد ترکنده پیدا نشد. پلیس پراتاسیویچ و دوست دخترش را با خود برده است. بعد مدت هواپیمای رایان ایر از مینسک به ویلنیوس پرواز کرده است. برمیگردیم به تاجیکستان. در حالی که آژانسی آویاسیون شهروندی تاجیکستان شرکت‌های روسی هوایی را به پایان بردن نرخ پروازها وادار می‌کند، کاربران رادیوی آزادی از گرانی نرخ بلیط‌های سومون ایر شکایت دارند. مصاحبان آزادی از شهر پنجاکند با ارسال نوار گفتند که شرکت سومون ایر برای سفر به روسیه نرخ بلیط‌ها را از 10,000 سومونی به بالا پیشنهاد دارد. به قول آنها تا 7 ایون همه بلیط‌های شرکت به این خط سیر فروخته شدند. این هم در حالی است که نرخ رسمی بلیط پرواز منتظم به روسیه بیش از 4,000 سومونی و پروازهای چارتری نه بیشتر از 8,500 سومونی مقرر شده است. پروازهای منتظم را سومون ایر و یوتر انجام میدهند. هفته گذشته آژانسی آویاسیون شهروندی تاجیکستان با سبب گران فروختن بلیط ها پرواز دو شرکت روسی سیورنی ویتر و سیبیر را منع کرد و این باعث سرگردانی صدها مسافران در فرودگاه‌های تاجیکستان شد. خبرگزاری‌های روسی درباره آمادگی فرودگاه چلیابینسکی روسیه برای برقرار نمودن پروازها به کشورهای همسود و یا اسنگ اطلاع دادند. به قول خدمات مطبوعاتی فرودگاه، طبق نقشه از 25 می از فرودگاه چلیابینسک پروازها به بیشکک، یریوان، الماتو و باکو شروع شده. مذاکرات برای اثرگیری پرواز با تاجیکستان هم جریان دارد. مسئله برقرار نمودن پروازهای دومی بین تاجیکستان و روسیه تا به حال موضوع بحث مقامات دو کشور باقی میماند. هرچند روسیه میگوید جانبداری به زودی به پررقیب شدن راههای هوایی میباشد، اما فعلا تنها 2 پرواز منتظم از دوشنبه به مسکو اجازه داده شده است.
شما سرخط خبرها تماشا دارید. از زمان شروع پاندمی حدود 450 نفر مهاجرین غیرقانونی از روسیه اخراج شده است. خبرگزاری تاس از قول وزارت کارهای داخلی روسیه می‌نویسد این مهاجران توسط 6 پرواز مخصوص به وطنهایشان فرستاده شدند. ذکر گردیده است در این دوره 1,600,000 مهاجران کاری بعد به انجام رسیدن حجت‌های بود و باششان در روسیه ماندند. پس از راه اندازی چاره‌های علاوه‌ای تقریباً 400,000 نفر آنها حضور خود را علاقه قانونی کردند. طول یک سال اخیر شهروندان خارجی بر اساس قرار ولادیمیر پوتین امکان داشتند به طور امتیازناک در روسیه کار و زندگی کنند. یک ماه پیش مقامات روس اعلام کردند که مهلت قرار مذکور 15 ایون امسال به پایان میرسد و مهاجران باید تا این سنه حضور خود را قانونی کنند. در عین زمان با یک زاده 34 ساله تاجیکستان برای تشکیل مهاجرت غیرقانونی 158 شهروند خارجی در روسیه تا 7 سال زندان تهدید میکند. دادستانی کراسنودار پرونده این مرد تاجیک و یک زن 51 ساله شهر سوچی را به دادگاه نهایی خاصیتی شهر سوچی فرستاده است. طبق فرضیه تفتیشات شهروند تاجیکستان که در شهر سوچی زندگی میکرد با یاری یک زن محلی به روسیه آوردن 39 شهروند قرقیزستان را تشکیل کرده، همچنین 119 شهروند قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین را ثبت نام قلبکی کردند. از فعالیت گمان بران کارمندان خدمات امنیتی فدرالی روسیه پیشگیری نمودند. در روسیه میمانیم. کمیته تفتیشاتی در ولایت مسکو به تحقیق مرگ 2 برادر تاجیک پرداخته است. جسد برادران را که یکی 20 و دیگری 26 سال داشتند آخر هفته گذشته در تهخانه یک ساختمان 2 قبطه در دهه پالوشکینه ولایت مسکو پیدا کردند. فاجعه در پی انجام کارهای ساختمانی به عمل آمده است. برادران مرد کار در تهخانه به دیواری رزینی آبکی میکشیدند. احتمال میرود آنها از بوغ و بخار مواد کیمیاوی زهرآلود شدند. آنها را بعد چند ساعت فوت و بدون یگان علامت مرگ مجبوری یافتند. حالا جسدها برای گذراندن تشخیص در سردخانه نگاه داشته می شوند. تاجیکستان نیت دارد تا 3 سال آینده استحصال کارتوشکا را در کشور به 1,100,000 تن برساند. در این باره ویستابوی شورا به دورنمای نشان دهنده های اساسی مکر اقتصادی تاجیکستان خبر داده است. همه ساله در موسم زمستان و تیرمو در کشور بالوروی نرخ کارتوشکا به نظر می رسد. از جمله در ماه فوریه امسال نیز قیمت آن بلند شد. 4 سومونی بود و بعداً به 6 سومونی رسید. برای تامین اهالی تاجیکستان با این محصولات کشاورزی سالانه تقریباً 870,000 تن کارتوشکا استحصال کردن لازم است. سال گذشته کشاورزان تاجیک 1,20,000 تن کارتوشکا استحصال کردند، اما به گفته وزیر کشاورزی تاجیکستان توصیه که این مقدار کارتوشکا برای تخمی حاصل نو استفاده می شود. حکومت ژاپن برای نصب قبرهای آب در 5 دهه جماعتی زینب آباد نویای رودکی به تاجیکستان بیش از 86,000 دلار کمکی به بازگشت کرده است. نمایندگی این کشور در دوشنبه میگوید هدف یاری بهتر کردن دسترسی مردم به آب آشامیدنی در دهه‌های آل سامان 1 و 2، اقبال 1، شرف 3 و کشاورز می باشد. با نصب قبرهای آب حدودی 7,000 ساکنان به آب پاک دسترسی پیدا می کنند. در خبرنامه آمده از قبلا مردم این روستا مجبور بودند آب دریا را استفاده نمایند که به طلبات سانیتری و بهداشتی جوابگو نبود. در نتیجه کودکان و افراد بزرگسال به بیماری‌های صورتی مبتلا می‌شدند. در پایان برنامه برایتان از قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان یادآور می‌شوم. بانک ملی برای امروز 24 می نرخ $1 را 11 سومونی و 32 درهم و 1 یورو را 13 سومونی و 81 درهم مقرر کرده است. امروز 1000 روبل روسی 153 سومونی و 70 درهم ارزش دارد که نسبت هفته گذشته بلندتر میباشد. بینندگان عزیز، در این ثانیه‌ها سرخط خبرها را به پایان میبرم، اما خاطررسان میکنم که در پیش برنامه اخباری آزادی داریم با گزارش‌های روز از تاجیکستان و جهان. تا ملاقات نوبتی بعد از 3 ساعت خود را احتیاط کنید.